خاطر انتخاب کرده شما بالا میدانم. شما امروز به دستان خودتان دخترتان را کشتید. شمس، حیات همه خیلی مشکلی ها دارد. در حیات باید همون قدر سنجش گذارد. خواهی نخواهی خیرالله هم میگیری. فهمیدی؟ خیرالله با من محقول، بچه کاربود کن، همه کار از دستش میگیره. بچه جان، اگر شما در حقیقت همین کار را کردنی باشند که از اینجا عروسی من نه مرده من میبروید. های من ها؟ نه من نه. در این خانه فقط من گپ میزنم. بابا جان شما با من باوری ندارید. من شکر خدا که مرد هستم. وقتی چی شد؟ وقتی چی شد؟ من خودم رو کشتن میخوام. برای چی خودی رای؟ از حیات تو زندگی سرم حیاتم رو میسوزونه و چم. آرام شو منم همچون رنگی تو هستم. شما چی گفتن من به این گفتن؟ بیو نگینا یک جور روی مصودت خوبتر میفهمم. بیو شب تا دستینم. خیرالله جان در این خبرهای نغز گپ زد. از خبر نغز کشو همین مسئله اینا چی خیلی میکنیم با؟ تو نگینه فکر نکن. نگینه در دستی من. فهمیدی؟ من خواهم توی میشود، نخواهم نه توی نه. یگانگر فکر نکن. آمو غریب بام پدر از محبت به نصیب بام پدر. فاروق لبای خلا خودت میدانی که پسرای من تربیه دیدگی، تربیه پدر و مادر گرفتگی. آدمی که تربیه پدر و مادر گرفته است چی خیلی و آدمی که تربیه پدر من گرفته است چی خیلی مقایسه کرده میتونی؟ بله خدا. به فکر من که وقتی که آدم تربیه پدر میگیره، خیلی پدر ستون خانه است، پدر همه چیزی خانه است. دیگر است وقتی که آدم که تربیه خیلی پدرم ندارد، کوچه با کوچه میگردد، درونی مسروقه ها خیلی چی بگم پوشوی کنده، لباس های دریده. یکی گمان نمیکنم خلا جان که نفرانی که از پدر محروم هستند بی تربیه باشند. دیدنت باری دیگر در پسی در مستری بام پدر در پسی در مستری بام پدر. هی زنده باشین اکا مبارک شود. سرود هم میخونید. از کجا اومدی شمس‌الدین؟ از طرفی بالا. هی شمس‌الدین، از کجا میفهمی تو درد دل ما رو؟ میدونی با قریبی مادر جونم زود روز دارم. میخواهم که یک تحفه کنم. همین سرود رو با همون خاطر زمزمه دارم که شاید به مادرم پسند آید، زیرا مادرم پدرم رو بسیار دوست می داشتن. با این خاطر همین موضوع رو انتخاب کردم. الو خیرالله، تو در کجایی؟ من گوش کن، کار تمام. زود به شم زنگ زن، از موی سری فاروق گرفته بیارد. فهمیدی؟ از موی سری فاروق. من از موی سری اپم خودم میگیرم. فهمیدی؟
تو نگینه امان خودی حاضر رفته از موی سری فاروق با من گرفته بیار فهمیدی؟ تمام خیر سری نگینه تا اول من این دهوتیه از وظیفه‌اش دفع کنم من بعد میبینی که نگینه نصیب کی میشود گوش کنید اکا خب این همی سرودا کم ترک دیگه خیلی ترک میکنه یعنی چه خیلی شمس بازی من کم ترک شم میخونم خب تا میخونی؟ البته میخونم بعد دیگه روحان خب به تو تنها و غریبم ای پدر از محبت به نصیبم ای پدر چخله اکا معقول شد؟ 100% شمس این رو با یگان آهنگان سپور در مدتی کوتاه تیار سازد از پسش میشه چخیل روحان من خودم این روحان میمونم خب از پسی کشم شمس معنیش جبهه چه گفت آبا گرفتیم میسری حرفش ناش اسفام ناش خدای زنبور اومد؟ چی جا شدی بچه دیر کرد؟ بچه اومده سلام خانم چه جونا هستی؟ سلام چیگه پس در این ما شب زنگدی یه خبری بعد دارم آتو داری چه خبر است؟ بگی شام تو این اجرا چی؟ خواهر من با فاروق؟ اومد؟ اومد زود بیا اومد؟ نبوده به خونه جمیله میرسونی خب اسپان مویسر خونه زنبور فهمیدی؟ زودتر تست جارش دیزم با یکم چی نیست تست اقل راست است راست نجورای تو چه خیلی این کار رو با ما رو دیدی ها؟ جوار باید کلش میرد جا میبینی همه دشمن داری شهر بافشین کوارتیر دورانی همه روز به همینجا کیف صفا پیدا میگردن تو میگفتی ما برادریم ما یک خونیم من میدونیم با تو چی کار میکنم کلات رو میگیرم نفسی آرام حالم آرامتر برادر گوش کن با من چی کاری تو میخواهی؟ من همه کاری تو رو میکنم در حقی همه کار کردن کم است فهمیدی؟ چی خواهشی داری من اجرا میکنم سراسی ما نشه جوران این یک چند ویدیوی دیگه هسته یک جای تماشا میکنیم مسئله فاروق یک جای میبینیم زیب نشد چی تمام من همه وقت در باری تو هستم زیب نشد عصبی من دیگه نمیبرده بعد احتیاط که خدا تا قد که ما با تو زنگ میزنم چوراش هم میبینیم مالش من رفتم که عصبی من دیگه نمیبرده مهدی فناد رو گیر ها مایلش از من زنگ میزنم بابا کجا؟
خاله جان گوش نشدم نونم میدینه؟ خواهر جان گوش نشدم خاله جان نون میده خواهر جان زهر میدید زهر که تو خوری موری فهمیدی گپی مرا او چای پاکنده تو همین تکده گرده دو من توی صغیره را سر کده گردم من دیگه کار ندارم خاله فیضی گل من باید تو را یابم من تو را جستجو میکنم امروز خاله جان بیا سلام علیکم و علیکم السلام افای تو پروی کردم بیا فروخ قشلاقی دهاتی آب است اسپند است من تو را همه خیلی میکنم که قدمت در قشلاق مانده نمیتونی فروخ موی سردا میکنم کو خدا دویده فروخ دهاتی من تو را کو سلام علیکم شمس چی دل میگویی؟ در جستجوی سراغا بودم آقا یافتی سراغا رو؟ البته یافتم مامده در چرتوز زندگی میکردم بله در چرتوز زندگی میکردم او اپای فازی گل چی نیکی‌هایی در حق من کرده ای در وقتی خود سولیم فهمیدم فرزندش معیوب است درست نه؟ بله جراحی دارد؟ همین خیلی من آشنا بودم این طور باشه به خونه شما میرویم شمس میرویم چی رفتم شمس؟ از دنیا نابود میکنم من برای پول جانم میتم جانم فروخ اپای تو من در خدمتی تویم من برای تو جانم رو میتیم این قشلاقی صغیره رو پای قدمش رو از دنیا می اپای فایزی گل نبر ممکنه؟ بیا بچه جان بیا بچه جان بیا ممکنه اپای فایزی گل بیا ممکنه بیا بچه ممکنه داخل بداریم دروی خلای فایزی گل با فکرم نشناختیم دی نه نشناختم پسرم زندگی باشد دیده به دیدار میرسد بخشش زیاد که چند مدت ما شما رو خبر گرفتن نتوانستیم نکی شدم که امروز میبینم سلامت هستید در تعجب هستید که من که هستم البته را من فاروخم همسایه پیشتره بود که فاروق بله در تایتونی تو خواهده میگردم صغیره پاکنده مصره را پرتفتی چی کار کردی با من که نان میگویی خواهر جان نان تی خواهر جان آب تی زهر جان زهر اگر با او چاد میگویی که خولم ما رو همین خیل میکند کو که فقط روزو کده بودی کنتا میکشم فهمیدی گفتی ما رو هزده مصره را بوده پرتا صغیره پاکنده این مربه همو افتد روزگاه میشود نان آبی تیا خورده گشته و مختشدگی پیگیری یاد شد هست از مصره را بوده پرتا من در این خونه شما کلان شدم بچه جان خوش اومدید بیایید هر وقتی که مادرم به کار میرفتم روی پدرم مرا در نزد شما میگذاشت یک کاری میکنم که مرا گوش کن این رو برده در دستی اپای توفه میتین اپای توفه اون رو در میتن این رو که در ره میزگرد همین رو میچوشین ره خونش باشه با خوبتر است این رو در اگراتشون با باشه در پیش خونهشون گور میکنین شما خیلی ما رو دستگیری کردگی خدا از شما روزی باشه خلا جان تست ره گرد تست
منو چاد نیستم که در پیش من ناز کرده گردی. و پیش من بیا، و پیش من بیا. اگر با او چاد میگویی که خالم را میخلکت کو میکشمت، فهمیدی؟ تیز دور دا پرتا تیز کن. نانته زهر میتیم میخوری، زهر. تیز کن. کشا داره تیز. در نان خوردن کو خالا نانته گفتم میتونی. یک تا در را کشا داره میتونی ستا. تیز برو. پرتافته با پیش من بیا. نانته چه تو گرده دو. من توی صغیره رو نان داده آب داده گردم. میبینی نان میدیم ده. شنیدم که فرزندتان بیمار است. بله بچه جان بیمار است، لیکن مبلغی ندارم با جراحی برم. این رو بر از نام من به اپای توفه پدرکه این رو گرفته کلف کرده در دریا پرتاید کلیتش را گرفته گردانه. شما هیچ پروا نکنید. من مبلغ جراحی فرزند شما رو آوردم. اینا در داخلش هم پول هم کورت است. چند خیلی میتواند استفاده برید. مرحمت خلا جون. رحمت بچه جان میندارم از شما. بچه‌ام از شما امیدوارم که خطای کدگی مرا بخشیده. البته را منون و نمک شما رو به حد خوردگی هستیم. وقتی که پوسی نمکدان ندونیم کور میشویم. برده نانم خورده باشیم یا در این خانه شما چیزی نخورده باشیم پوست داشتم ندکور است. من بخشیدگی هستم. هیچگاه در یادم نمیگردد. خلا جون پاکنده دهاتی خودش دویده می آید که حق من چند قطع در خانه من نگشتی براری کن. باز با خبرگیری میبیم خلا جون. البته در ما برای شما همیشه کشوده. خدا نگهبانت باشه خلا جون. بچه جان میشتید یا پیاله چای پر میکردم. میشود. خوش آمده. خوب خلا جون. خدایا با چت گردنک میزند که از دست من یه روز نان آب میخوری. من از این خیل همسایه بیزارم. فهمیدی گپی مرا؟ صغیره پاکنده تیز گم شو از پیشم. تیز گم شو نبینم. برای من در سر بالای جان شدی تو صغیره پاکنده. خدایا من در حق این بچه گندگی کردم و اون روز باشد این بچه در حق من خودی میکنم. هزاران بار شده. تبی دریا شمالک مایده دلم بر قشالک مایده تبی دریا شمالک السلام اپا جون. سلام اپا جون. نبی دریا شمالک. اپا جون هستم. و علیکم. اینها رو اپا جمیله روان کردم تو به شما رفتم اپا جون. من پول مشروع خودم پرداخت کردم. خیریت ماشین شد؟ بله اپا ماشین. ماشین توی برد یا تو ماشین بردی؟ بزرگ اپا جون کردم. یک کار فرموده نمیشود با شما. مرا انتظار شد. خوب اپا در درونش یک قلف است بفیرم اپا جمیله به شما زن زدم در پا. خوب اپا انتظار شد. خیریت یک بار افتاد برای ما هم می برآمده است.
дар назди соҳили дарё будан чӣ қадар ба одам илҳоми тоза мебахшад, нафаси тоза мекашӣ. асосан ин нафасҳоро барои деҳотӣ тоза мекашам. деҳотӣ бо ту мубориза бурдан барои ман медонӣ. ба ман чӣ рӯй кардам? Куйфкуста буда. Ой, деҳотӣ ба ҳамин қулфчае ки хурдак диди қулфчаро, бохти туро, ҳаёти туро, зиндагии туро, ҳама чизи туро мебандам. фаҳмидӣ? ҳама чизи ту дар анамин қулфча аст. деҳотӣ ту орзу накун ки соҳиби зан мешавӣ, фарзанд мешавӣ, соҳиби кор мешавӣ. агар холат зинда бошад ту соҳиби ҳичи намешавӣ. вақтҳои охир бепарво метоби Шамс. шид ба ту тенҷа аст? тенҷа аст ака, ҳама хуб аст. ранге ки хуб наметобад. Не, ҳама тенҷа аст ака. ёд дори замони шинос шудани моро? албатта ака, ман он рӯзро ҳеҷ вақт аз ёдам намебарам. салому алайкум. ва алайкум ассалом. сӯзенако саломатиҳо хуб аст? як ҷо кор аст, ягӯ 6 метр чуқурӣ кандан дар кор аст. мекунем ака. он қадар пули зиёд надорем. майли чанд қа пули бошад? хайр ба ҳар як метраш 5 сомон мешавад. розием шумо? розием. аз кадом ҳисоб розием шумо? ака мо ба як сумам кор мекунем, чунки сум нест дар зиндагӣ. кор набуромадем? кор нест. чанд рӯз шу кор набуромадем? як ҳафта шуда инҷа бекор меоянд мардум. хайр рафтем, аз пас кор мешавем. майли шакар. бугӯ нигаҳбонтон бошед. байли бачаҳо, ман рафтем. аник розӣ ҳастӣ барои ҳамин кор? розием ака, розием. чӣ банем? аз фикра намегардӣ? не. будоме ки аз фикра нагардӣ, гӯш кун. шӣ меравем? майли. бузургии инсонам дар ҳамин аст ки фаромӯш намекунад. яке аҳамият метиҳам ту бепарво метобӣ. тенҷи ҳастани? тенҷа аст ака. озиадака. фаррухҷон ҷони хола, ҳаёти ту, ҳама чизи ту дар ҳамин даруни анами калитак аст. анами калитака дидӣ? ба ман ҷамила гуфта буд ки қулфро маҳкам карда ба дарё партов. агар ба дарё партоям ту зинҳор кунандаи қулфро намеёбӣ. фаҳмидӣ? мекобӣ, аммо намеёбӣ. фаҳмидӣ? деҳотӣ. қулфчаи сеҳрнок. қулфча. лаби дарё шамолак. майда дилам бар ӯ хашолак. майда деҳотӣ. калити зиндагии ту дар дасти ман аст. мебинем акнун чӣ ғолиб мебарояд. ин аблаҳ аз корҳои ман қай буда бошад чи? хоҳӣ нахоҳӣ ман корамро давом медиҳам. ман барои номусам чӣ коре ки бошад дар ҳаққи ту мекунам. инро фаромӯш накун.
باز مسئله نگینا خیرالله تو کار حل کن نگینا پرابلم نیست فهمیدی زود به نزدم بیا من تو انتظار میشم تلفنات دیگر خاموش نکن ابله خیر دیدی ابله دیدی اومد دیدش چی میخواهد دیدش نگینه رو میخواهد های کن با یکم جو یه جو های کن که دلم تنگ شد یکم چیزی با لذت بخورم های کن وقتی من عصبی میشم میخوام که چیزهای با لذت بخورم های کن زودتر که دیگه نمیشود طاقت کرده شانس لباکه حجتهای برده رسوندی؟ اکه بودم همه شو رسوندم خب دو رفتیم و گشته بر میبیم چی گفت شانس؟ تینجا که قهوه گیریده که رحمت کنم تشکر سلام باشید یک دقیقه جو روزم هست بلش لابای گوش میکنم شما یکون تشویش نشوید من خودم روی میکنم پروا نکنید و شفیرم روی میکنم نه حقیقت راست است راست جورایی برای فروخ تو چه خیلی این کار رو با ما روا دیدی ها؟ خوب خدا نگهبان بله یک حجت هستد بعد از اینجا بر آمدم و برده به جوی درکوری رسون بله شکر البته میبرم درود زیاد دوستانی عزیزی من امیدوارم تنصیحت و سالم هستید منتداری خود را به یکایک شما میرسانم از اون جمله به آن فردهایی که ما را با خانه و автомашина تامین کردند تشکر زیاد بیهوده بزرگان نگفتند کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد یک روز نه یک روز ان شاء الله خدمتی کرده شما هم پس میگردد منتدار هستم که ما را دستگیری میکنید تا که ما کار ما به پیش رود تشکر زیاد خدا نگهبانتون باشد